دیروز 1.5 میلیون تتر معادل 1.5 میلیون دلار من فریز شد. بیا بهت یاد بدم که چجوری این اتفاق براتون نیفته. اول از همه وارد سایت اوکی لینک میشین و گزینه چنج اینتلیجنس رو انتخاب میکنین و بعد روی گزینه اول کلیک میکنین. حالا آدرس ولتتون رو چک میکنید. اگه امتیازش بالای 7 نبود یه ولت جدید بسازید که ترجیحاً بهتره. شماره 2، بهتره مبالغ بالای $50,000 رو توی چند تا پارت انتقال بدید. مثلا برای انتقال $200,000 بهتره که توی 4 تا پارت $50,000 انتقال بدید. شماره 3، وارد سایت آرخام میشین و آدرس ولتتون رو وارد میکنید. ولت هایی که میبینید فلگ شدن یا به عبارتی شناسایی شدن. اگه مستقیم از این ولت ها به جایی انتقال بدین امکان فریز شدنش خیلی زیاده. بازم اگه ارتباط زیادی دیدیم بین ولتاتون بهتره ولت رو عوض کنید. حالا اگه تو هم میخوای نکات بیشتری در مورد ولت بدونی پیجمو فالو کن که توی این شلوغی اینستاگرام دیگه منو پیدا نمی‌کنی.